بچه چطوری؟ من امیرعلی هستم. خوش اومدید به ویدیو تازه ماینکرافت من. خوش اومد به ویدیو ماینکرافت من. امروز اومدیم این موجود یا این هاگی واگیه چیه پشت من که درست کردم. امروز اومدیم یه چیز یه باس فایتیو بین پروژکت پلی تایم و چیز واردن. اگر دوست دارید با آیدین گل من بذاریم و اینا زنگ کنن حتما کامنت ها بنویسیم. بریم برای زنگ این دوتا. ای بابا چه قلب شد. خب بچه میخوایم اینجا پروژکت پلی تایم و اون در رو باز کنیم تا اینا با اونا زنگ کنیم. اینا همونا هستن. اینا که میبینین قراره با این واردن زنگ کنن. اینا چون خیلی قوی بودن برای همین گفتم بیام اینطور. باشه الان میاد. خب این باکسی بوی نسخه ساندویچه. این هم خود باکسی بوده داداش. این هم کلیولیه. الان در رو باز میکنن تا اینا با اونا زنگ. خب الان زنگ شد. این باکسی نمیده. وای فقط 3 تا واردن مونده و تمام. آبمون داره از پایین میزن و تمام. این جزاگاه برد. بیا برو بزنش.
خب اینم بود از قهرمانمون. چه نظر داری برای اینکه قهرمان شدی؟ ناراحتی؟ نمیمیره. برنده شد. برات گزه گذاشتم، بیا بخورش. بکن الان آیرون گلم اینو بزنه. افتاد پایین. هنگ کرد. برای اینکه قهرمان شدی چه حسی داری؟ میخوای تکون بدی؟ خب بیا اینم از جایزت. اینا رو بگیر و برو یه خونه مشتی بخر. این چرا آتیش گرفت؟ شمشیر من آتیش میزنه. شمشیر آتیش میشن. آتیش میزنه. خب برنده شدی. خب بچه‌ها نتیجه میگیریم که اگر نمیدونن چند تا واردن بیان و پروژکت پلی تایمو بزنن، آموزش دانلود دادم اگر خواستید میذارم آموزش دانلود این مادو و نظرتون رو بذارین. اینم از این. بای بای. خداحافظ. من رفتم.